مسابقه رسامی و خطاطی به مناسبت میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. هدف آشنا کردن جوانان است با اون نور که تمام دنیا را منور کرد. هدف آشنا ساختن جوانانی است که اسوه و الگوی حقیقی خویش را بشناسند. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، رسولی که همه دردها را چشیده است. در ابتدا درد بیپدری را، در مرحله دوم درد سختی های پیاده روی را، فاصله طی کردن مکه تا مدینه را، فاصله بسیار سختی. کسانی که به حج رفتن او سنگها را که در مسیر راه می‌بینه و کودک 5 ساله‌ای که از درد بیکسی به طرف کسان خیش یعنی خانواده مادری خیش هجرت میکنه، انسان تعجب میکنه که بار الها، حالا که همه اسباب و ابزار و موتر برابر است، سفر سخت است. کودکی که در این دشت و در این بیابان را پیموده بود چه سختی هایی کشیده. وقتی که به دیار و فامیل مادری خیش میرسه، در اونجا درد بی مادری را میکشه و در اونجا مادر را از دست میده. درد یتیمی، درد فقر، درد بیکسی، درد هجرت، همه مشکلاتی که انسانها امروز دوچار میشه، همه را او رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال نصیب از او میکنه. به خاطر از اینکه یک رهبر باید همه چیزها را چشیده باشه. وقتی از یتیم یاد میشه، رسول الله خوب درد یتیم میفهمه.